بسم الله الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوة الا بالله. اللهم ایاک نعبد و ایاک نستعین. با سلام خدمت همه عزیزان، امیدوارم هر جا که هستید الله قادر متعال قرآن کریم فرشتگان الهی همواره یار و یاورتون باشه، بهترین رزق و روزی ها نصیب شما و خانواده محترمتون باشه انشاءالله و خداوند جمیع رفتگان رو ببخشه و بیامرزه انشاءالله. الهی آمین. دوستان عزیز، در کلیپ قبلی ما در ارتباط با کتاب شمس المعارف کبری صحبت کردیم و یک نسخه که نسخه راحت هست و در ارتباط با رزق و روزی هست برای شما از این کتاب تهیه کردیم و در ادامه یک نسخه دیگه هم خودمون بهتون خواهیم گفت. در کتاب شمس المعارف و من المجربات القاطعة لزیادة الرزق و المعاش ان تکتب هذه الآیة الشریفه عند طلوع الشمس فی یوم المبارک به ساعت ظهر و تعلقها فی محل البلع و الشراء او الدار. متن آیه: و ما من دابة فی الارض الا علی الله رزقها. طریقه عمل، حالا توضیح میدم اینها رو، عجله نکنید. طریقه عمل طبق شمس المعارف: روز جمعه یا پنجشنبه ساعت ظهر یا مشتری، بخورجاشی یا صندل سفید. موقع که میگیم صندل سفید همین هست دیگه، نهید بگید اگه این نباشه ما اونو استفاده کنیم، همین رو باید تهیه بکنید. کاغذ سفید یا زرد، جوهر زعفران با مشک و گلاب. اگر مشک هم نبود همون زعفران و گلاب کفایت میکنه. طریقه نگارش بالای صفحه بنویسید: بسم الله الرحمن الرحیم توکلت علی الله الواحد القهار. سپس این آیه: و ما من دابة فی الارض الا علی الله رزقها. این آیه رو کامل تحلیل میکنم، عجله نکنید. سپس بنویس: یا رزاق یا واسط یا فتاح یا مغنی ارزقنی رزقا واسعا حلالا طیبا بغیر حساب. و در پایان هم بنویسید: و صلی الله علی سیدنا محمد و آله و سلم تسلیما. طریقه استفاده: این حرز رو یا لوح رو در محل کارتون، دخلتون یا منزلتون آویزون کنید یا اینکه توی کیف پولتون قرار بدید. اگر برای شخص دیگری می‌نویسید، یعنی حالا پدر هستید برای پسرتون می‌نویسید یا مادر هستید برای پسرتون فرزندتون می‌نویسید، یا بالعکس نام اون شخص خاص رو بنویسید. در پایانش در واقع اسم اون شخص رو اضافه کنید. به رزق فلان ابن فلانه، نام و نام مادرش رو بنویسید. نکته از شمس المعارف در همون فصل ذکر شده، یعنی تو این فصلی که به شما ارائه دادیم، این جریان نکته ای هست: هر کس این آیه را هر روز بعد از نماز صبح 41 مرتبه بخونه، درهای رزق از جایی که گمان نمیبرد به رویش باز می شود. آیه مورد بحث ما: و ما من دابة فی الارض الا علی الله رزقها، سوره هود آیه 6 هست. حالا با هم این رو تحلیل میکنیم. تحلیل تفسیری و رمزی آیه. ترجمه ظاهر آیه، یعنی چیزی که در ظاهر آیه ما میخونیم: و هیچ جنبنده ای نیست در زمین مگر آنکه روزی او بر عهده خداوند است. تحلیل واژه به واژه باطنی: و ما من دابة، هر موجود زنده ای که بر زمین می جنبد و حرکت می کند، نه فقط انسان، یعنی همه موجودات رو در بر میگیره. در علم جبر دابة یعنی موجودی که حامل رمز حرکت زندگی است، نماد قابلیت دریافت. فعل ارز، زمین نماد محدودیت، وابستگی، ماده قید و بسط است. در رمزگذاری ارز یعنی جایگاه تنگی و ابتلا که روزی از آنجا جاری می شود. الا علی الله رزقها، الا یعنی حصر مطلق، یعنی هیچ کس دیگر صاحب رزق نیست. علی الله التزام ربوبی و تعهد الهی است. رزقها سهمی که برای هر دابه مقدر شده و نه چیزی کمتر. تحلیل عددی ابجد: و ما من دابة فی الارض الا علی الله رزقها
ابجد کبیرش 2473 هست. تحلیل رمزی باطنی هست. یک عدد ابتدایی و خاص است که تقسیم پذیر نیست. در علوم جبر اعداد غیر قابل تقسیم رمزی هستند. بر رزق مخفی، گنج پنهان و رزق غیبی که در دایره دسترس مستقیم نیست. رمز عمیق: آیه میگوید تو فقط یک دابه‌ای، کافی است حرکت کنی، رزق تعهد خداوند است نه تو. یعنی خداوند تعهد کرده، متعهد شده. اگر دچار فقر و انسداد رزق هستی، شاید تعریف تو از دابه متوقف شده. تو ایستاده ای، رزق در جریان هست اما تو در دایرهش نیستی. یعنی اگر میبینی رزق کمی یا بسته شده، یعنی اینکه این نیستش که رزق حرکت نداره، یعنی که شما از اون دایره اومدی بیرون. حالا یک نسخه ای رو هم خودمون به شما میگیم، نسخه سری و نایاب، که وفق و جدول و اینها نداشته باشه. خیلی راحت بدون جدول و وفق بتونید راحت اجراش بکنید. هدف فعالسازی پل رزقی الهی بین عالم غیب و وجود شما. نه با وفق نه با جدول، فقط با رمزهای کلامی و عملی بهتون یاد میدیم. زمان انجام 7 شب پشت سر هم، 1 هفته. چی کار انجام میدید؟ نیمه شب بین ساعت 12 تا 2 بامداد یا تا اذان صبح هم میتونید انجام بدید. قبلش وضو بگیرید، صدقه برای نیازمند تا اندکی حتی کم باشه بذارید کنار. روش رمزی: بنشینید رو به قبله، 2 شمع سفید روشن کنید، 3 بار بگو اللهم انی دابة فی الارض فارزقنی کما وعدت و فک قیدی ممن یحبس رزقک، و سپس آیه را فقط با نفس عمیق و صدای آرام دقیقاً 2473 بار طی 7 شب بخوان. یعنی تقسیم میکنیم بین 7 شب میخونی و ما من دابة فی الارض الا علی الله رزقها. کم کم که بخونی از 50 تا که رد بشه اینو تون تون میگی، خیلی زودتر تموم میشه. و دیگه این 50 تا 100 باری که بگید و من دابة فی الارض الا علی الله رزقها، کم کم زبانتون عادت میکنه. سعی کنید با خلوص نیت بگید، توکل به خداوند بگید، تون تون میتونید بگید. هر شب هم بعد از پایان ذکر دستانتون رو به آسمان بلند کنید و فقط این 3 اسم رو آرام بگید: یا رزاق، یا واسط، یا فتاح. هر کدوم رو 33 مرتبه، یعنی 33 بار اول اینو بگید، 33 بار این رو، 33 بار این رو، با هم نه، تک تک. بعد شرایط اثر: در طول 7 روز حتی یک شکایت مالی یا لفظ کمبود به زبان نیارید. یعنی شکایت نکنید از حالا رزقتون کمه، قسط و قرض دارید، حالا هر چیزی که هست اینها رو نگید، حتی تو ذهنتون هم نیارید و ندارم و نمیتونم و نمیشه و اینها رو نیارید. منفی ها رو اصلا نیارید. اثرات خاصی که تو این نسخه وجود داره: باز شدن روزی که نه از کار بلکه از مسیر نامعلوم وارد می شود. یعنی چی؟ یعنی یه جور حالت غیبی داره، حالت نفقه غیبی داره و نجات از فقر کارمایی یا خانوادگی داره. بروز نشانه های عجیب مثل دیدن اعداد فرشتگان رو خواهید دید یا رویاهایی با نمادهای باران و پرنده خواهید دید. یک سوال دیگه هم شاید اینجا اتفاق بیفته که بعضی از عزیزان بگن استاد ما میتونیم اینو تو روز هم بگیم؟ بله، در روز هم میتونید اضافه بکنید بگید. مثلا این رو تقسیم بر 7 روز بکنید 2473، یه چیزی حول و حوش مثلا 300 خورده ای میشه. تو روز هم میتونید بگید، ولی سعی بکنید که با آرامش بگید، با خلوص نیت بگید، با دقت بگید، با قلبتون بگید. خب دوستان عزیز، موفق و مؤید باشید. به خداوند میسپارمتون. خداوند یار و نگهدارتون.